متاسفانه این شب و روزها فارغبالی اهالی در سمت رعایت نکردن رژه نقاب و قاعده‌های بهداشتی و گیگینی به چشم می‌رسد. این هم در حالی است که ستاد جمهوری اوید به پرزور نمودن چاره‌های ضد اپیدمیوی برای پیشگیری از انتقال و پهنشوی بیماری سرایتی کووید 19 به قید گرفتن سرایت کرونا ویروس را رسما اعلان نمود. همچنین ستاد با قرار خود از هر یک ساکن مملکت به ضرورت گشت و گذار نکردن، رعایت قطعی استفاده نقاب در جایهای جمعیتی و دیگر موادهای بی‌ضررگردانی را مهم و ضرور دانست. از چی باشد که از جانب اهالی بی‌پرواگی و بی‌مسئولیتی نسبت به سالمی خود و جامعه ظاهر می‌گردد. ما باید حتما پیشگیری کنیم پهنشوی این بیماری. در نوبت اول سهمگزار باید باشد هر یک اشخاص، هر یک نفر، هر یک کوچک و بزرگ باید سهمگزار باشد برای پیشگیری نمودن این بیماری. این نه تنها کاری طبیبان است، این کاری تمام جامعه است. در نوبت اول گوییم که طبیبان، سپس همه جامعه. ریایا نمودن گیگین شخصی، ریایا نمودن مسافه 1.5-2 متر بین خود، استفاده از نقاب‌های طبی، خودداری نمودن از جایهای جمعیتی، از هر گونه معرکه‌های جمعیتی خودداری نمودن، این قابل قبول است. حتما باید رعایت شود. دسته‌های دری که استفاده کرده می‌شوند، هر روز مورد استفاده هر نفران قرار می‌گیرند، وایها باید لاتپیج بیند کتی داکا کتی پیچونده با محلولی آنتیسپتیکی تر کرده شود که وای باعثی پهن نگشتن اینفکسیا می‌گردد. از آنکه در تاجیکستان از نوع بیماری کرونا ویروس به قید گرفته شد، احتیاطکاری هر یک نفر ضرور است، ولی ترسیدن لازم نیست، چون که ترس و هراس و احساسات منفی به سلامتی و حیات انسان ضرر می‌رساند. از این چیز ترسیدن لازم نیست، لیکن احتیاط کردن حتمی است. ترس و هراس همین چیز یک در مرکز سیستم عصب موقع خود را وقتی که پیدا کرد، در نوبت اول خواه کووید است، خواه دیگر بیماری هست، وی را جلب میکند. این یک. دویم، ترس و هراس میتواند باعث پست گردیدن قوه های محافظتی ایمونوبیولوژی گردد. ترس و هراس باعث آن میگردد که این بیماری با عارضه های زیادی، حتی با عارضه های وزنی میتواند آورده رساند. ترس و هراس این مساعدت با عارضه های زیادی میباشد. برای همین ترس و هراس رو حتما دور کردن لازم است از خود. امروز که سرایت کرونا ویروس افزای تمام دولت‌های جهان را دیگر نموده است، هر نفر باید نسبت به سلامتی خود فارغبالی نکرده، پوشیدن نقاب در جایهای جمعیتی، منتظم شستن دستان و خودداری کردن از جایهای جمعیتی را عمل‌های مقرری و دائمی خود گرداند.